بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام می‌دهیم از کتاب المبادئ المفیدة في التوحید والفقه والعقیده، یعنی سرآغاز مفید عاید توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه و محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. شیخ حفظه الله تعالی تحت رقم 9 می‌فرماید: فإذا قيل لك ما حق الله على عباده، فإذا قيل لك ما حق الله على عباده، پس اگر تو را پرسند حق الله بر بندگانش از چی عبارت است، فقل حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، پس در جواب چنین بگو حق الله بر بندگانش از آن عبارت است که آن را عبادت کنند، یعنی الله را عبادت کنند و با او یگان چیز را شریک مقرر نکنند. فهمیدیم؟ و دلیل حدیث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، و دلیل حدیث معاذ بن جبل است که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین گفت: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا، متفق علیه. حق الله بر بندگان از آن عبارت است که آن را عبادت کنند و به او یگان چیز را شریک مقرر نکنند، و حق بندگان بر الله از آن عبارت است که کسی به او، یعنی به الله یگان چیز را شریک مقرر نکند، آن را الله عذاب نخواهد کرد یا که عذاب نکند. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. شیخ می فرماید: فاذا قیل لك ما هو الشرك، پس اگر تو را پرسند شرک چیست، فقل هو عبادة غیر الله عز وجل، فكل ما كان عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك، پس در جواب چنین بگو آن، یعنی که شرک چی بود است؟ عبادت غیر الله عز وجل است. پس هر آن چیزی که برای الله عز وجل عبادت است یا که عبادت باشد، آن را برای غیر الله صرف کردن چی است؟ شرک است. و دلیل قوله تعالی، که قول الله تعالی و دلیل سخن الله تعالی است: واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، و الله را عبادت کنید و با او یگان چیزی را شریک مقرر نکنید. سوره نساء آیت 36. این بود یعنی درس امروزی ما. هم تو قرائت کرده میگذاریم. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك ما حق الله على عباده، فقل حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والدليل حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، متفق عليه. فإذا قيل لك ما هو الشرك، فقل هو عبادة غير الله عز وجل، فكل ما كان عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله شرك. والدليل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نكتفي. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.